پسر را همی گفت که شاد بر، خرت را مبر بامدادان به شهر. در این کشور آسایش و خرمی، ندید و نبیند به چشم آدمی. داستان یک حاکم دیکتاتور و زورگوییه که هر طور بشه میخواد مال مردم خودش رو صاحب بشه. از قضا یک جوانکی قرار خرش رو به شهر ببره و پدرش داره اونو نصیحت میکنه که اگر قرار خر رو به شهر ببری یک خر سالم نبر، چون ممکنه که از چنگت در بیارن. فروکوف بیچاره خر را به سنگ، خر از دست عاجز شد از پای لنگ. تا جایی که میخورد این خر بیچاره رو زد و ناقصش کرد و از طرف خودش ناراحت شد. پسر در پی کاروان افتاد، ز دشنام چندان که دانست داد. اگر من نبینم مرو را هلاک، شب گور چشمم نخسبد به خاک. اگر مار زاید زن باردار، به از آدمی زاده دیوزار. تا اونجا که میتونست دهنشو باز کرد و هرچی بد و بیراه میتونست بگه نثار حاکم کرد و بیخبر از این که حاکم داره تمام این حرفها رو گوش میده. حاکم وقتی به قصر رسید دستور داد که اون جوون رو دستگیر کنن و بیارن و گردنش رو بزنن. بفرمود و جستند و بستند سخت، به خواری فکندند در پای تخت. جوون که دید دیگه هیچ چاره ای نداره، گفت پس بذار هر چی که توی دلمه رو بگم. نه تنها منت گفتم این شهریار، که برگشته بختی و بد روزگار. چرا خشم بر من گرفتی و بس، منت پیش گفتم همه خل پس. چو بیداد کردی توقع مدار، که نامت به نیکی رود در دیار. مرا 5 روز دگر مانده گیر، 2 روز دگر عیش خوش رانده گیر. نماند ستمگار بد روزگار، بماند بر او لعنت پایدار. گفت حالا گیرم که منم کشتی، منم 2 روز دیگه حالا میخواستم زنده بمونم، 2 روز کمتر زنده میمونم. اما تو نه تنها الان که بعد از مرگ هم یک لعنت پایدار رو برای خودت خریدی. همی گفت و شمشیر بالای سر، سپر کرده جان پیش تیر قدر. هرچی تو دلش بود رو گفت و منتظر این بود که گردنش رو بزنن که یک دفعه شاه از مستی غفلت به خودش اومد و از حکم خودش منصرف شد و به قول سعدی از این به نصیحت نگوید کست، اگر عاقلی یک اشارت بست. زبان فارسی در سایه خرد سعدی. با ما همراه باشید.